صدا، نور، پرواز. اتاق فرار هاری یه سبک هیجانی و اکشنه که حتما باید تجربهش کنی. سلام، مهدی پایوند هستم. خوش اومدید به یه ویدیو جذاب و خفن و هیجانی دیگه. امروز میخوام در مورد اتاق فرار هاری باهاتون صحبت کنم. اتاق فراری که فوق العاده هیجان و چیزایی توش میبینیم که اصلا انتظارشو نداریم. یه سناریو فوق‌العاده‌ای داره و شما یه تیم نجات هستید برای پیدا کردن گروه نجات قبلی مفقود شده بین یه عالم زامبی. توی ویدیو اتاق فرار آرمگدون کلی راجع به زامبیا صحبت کردیم. پس اگه اونو ندیدین حتما برید اون ویدیو رو ببینید، چون توی این ویدیو میخوام حقایق دنیای کثیف و ترسناک زامبیا رو براتون افشا کنم. گفتیم به خاطر اینکه بردا خودکشی نکنن، اونها رو با این ترفند که بعد از مرگ هم تبدیل به زامبی میشن و باز هم باید کار کنن میترسوندن. اما بعد از اون دوران چطوری هنوز زامبیا رو بورسن؟ فیلم ها داستان های زامبی رو به شکل های مختلفی به تصویر میکشن، مثل ویروس های جدید، انتقال زامبیگری صورت همه‌گیر و مقاومت بازمانده ها در مقابل زامبی ها. اما چقدر این داستان ها به واقعیت نزدیکه؟ تصور کنید تو زمان کرونا جنگ هم میشد، قحطی میومد و قرنطینه هم بود و وحشتناکترین جو ممکن رو تصور کنید. فکر میکنید رفتار آدم ها اون موقع چطوری میشد؟ کاملا به دور از انسانیت و فقط به دنبال بقا و تغذیه و توی یک کلمه زامبی طور. رفتار اجتماعی مردم توی زمان بحران میتونه از لحاظ معنایی شبیه رفتار زامبیا باشه. جالبه نه؟ اما ممکنه یه روزی واقعا انسان ها تبدیل به زامبی بشن؟ چقدر این نظریه، یعنی تبدیل شدن انسان ها به زامبی، میتونه علمی باشه؟ اگر میخواید جواب این سوالو بگیرید حتما ویدیو بعدی رو ببینید. برگردیم سراغ اتاق فرار هاری. گیم پلی کاستوم فوق العاده بی‌نظیری داره و سطح سختیش 10 و توی سناریوی بازی سنگ تموم گذاشتن. توی بازی از قفل‌ها و معماهای جدیدی استفاده شده که برای اسکیپ روم بازها میتونه به شدت جذاب باشه و یک گیم مستر حرفه‌ای که کاملا درست و بجا انتقال احساس میکنه. خلاصه که اصلا نگم براتونه، باید برید و حتما تجربهش کنید. شما اتاق فرار هاری رو رفتید؟ نظرتون رو برامون کامنت کنید. ممنون از نگاه گرمتون که تا این لحظه ویدیو با ما همراه بودید. منتظر ویدیوهای بعدی و داستانهای دارک پشت اتاق فرار در استوری باشید. خیلی خوشحال میشم اگه کانال ما رو سابسکرایب نکردید ساب کنید، لایک و کامنت و زنگوله رو هم فراموش نکنید تا با این کار بتونید از منم حمایت کنید تا با انرژی بیشتر ویدیو بعدی رو براتون ضبط کنم. گودبای.